سلام خدمت همه شما. خواستم بگم هوا بس ناجوان مردانه سرد است، ولی ما دلمون به قلب میزنیم هممون و به آرزوهامون گرمه. من با اجازهتون در واقع با I'm sorry, I can't speak German. I'm so sorry. I have to speak Farsi. من میخواستم با یاد تمام جانباختگان راه آزادی در میهنمون شروع کنم و برسم به کسانی که امروز در سلولها و در زندانها و در سیاهچالهای جمهوری اسلامی هستند و سخت‌ترین شرایط را تجربه میکنند که آخرین اونها مجید توکلیه، یه بچه دانشجو که در واقع با خوندن زندگیش و با مرور زندگیش ماهیت این حکومت و روشن میشه و این که ما چه اندازه لازم داریم که بیستیم در این شرایط. ما کسی رو نمیکشیم، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. دوستان عزیز، کاری که با مجید توکلی کردن قصه همه ماست. یعنی ما اولین بار با یک توطئه، یک دشنه قلابی درست کردن، کاری که با همه احزاب و گروه‌های دیگه میکنن، یعنی آقایون دارن توطئه میکنن، آقایون دارن کودتا میکنن، ما رو به اشکال مختلف دستگیر میکنن و زیر شکنجه میبرن که بگیم ما کودتا میخوایم بکنیم. این بچه جوون رو بردن، بدترین شکنجه ها رو در حقش اعمال کردن و هر کاری که میتونستن کردن تا صدای جنبش دانشجویی در ایران رو ساکت کنن، خفه کنن. همون کاری که با زنان ما کردن، با کارگران ما کردن، در هر جایی که شما فکر کنید. اما امروز داریم میبینیم که صدای آزادی خواهی مردم ایران خاموش نشدنیه. ما شکنجه میشیم، ما همراه مجید توکلی در زندان‌ها شکنجه میشیم، ما همراه بچه‌های گروه‌های مختلف سیاسی در سال 67 بردار شدیم. ما با مادران عزادار در پارک‌ها در دوری بچه‌هامون گریه کردیم، اما ما هستیم، ما با هم هستیم و این راه رو با هم ادامه میدیم. نترسیم، اما دوستان عزیز، یک نکته بسیار مهمی وسطه که در واقع تکلیف ما رو و حکومت اسلامی رو، من اصرار دارم که بگم حکومت اسلامی، ما با جمهوری اسلامی رو برسیم، به یک حکومت اسلامی رو برسیم که به رأی مردمانش احترام نمیذاره. و اون اینه که ما به این نتیجه رسیدیم که مسیر دموکراسی مسیر پیچیده‌ایه. ما این مسیر رو باید به تدریج بریم، هضم کنیم و بعد از خودمون بکنیم و بعد با این برگردیم به جامعه‌مون. ما دیگه بسته که اینقدر در استبداد زندگی کردیم، مستبد بودیم و از استبداد رنج کشیدیم. اونها هر چیزی که شما فکر کنید امتحان میکنن، اونها میخوان ما رو بکشونن به عرصه خشونت، اما بازی در زمین خشونت بازی ما نیست. ما نمیتونیم حکم قتل آدم‌ها رو بدیم، ما نمیتونیم آدم‌ها رو شکنجه کنیم. پس راهی که ما انتخاب کردیم با هم بودن و پیگیری یک مبارزه مدنی هرچند داریم بابتش هزینه بسیار سنگین میدیم. ما بچه‌هامون کشته میشن برای زنده بودن، پس موظفیم که در واقع از این تفکر دفاع کنیم و اجازه ندیم که اونها ما رو به بازی، ما رو به زمینی بکشن که زمین بازی ما نیست. برنده این زمین ماییم، برای که اون آقایون در واقع نشان دادن که آمادگی تو کجا رفتن رو دارن. اونها ما رو مجبور کردن در یک شرایطی قرار دادن، یک انتخابات غیر عادلانه، غیر منصفانه و غیر آزاد رو برگزار کردن. کاندیداها رو اونا تعیین کردن. بسیاری از ما نمایندگان فکری رو در اون بیرون نداشتیم،
اما ما به بازی دموکراسی تن دادیم. ما در یک انتخابات شرکت کردیم. ما به کسی رای دادیم که نخست وزیر جمهوری اسلامی بود، ولی آقایون اینو تحمل نکردند و کودتا کردند. نه فقط کودتا کردند، بلکه مبارزات مسالمت آمیز ما رو در خیابان‌ها سرکوب کردند. نه فقط مبارزات ما رو سرکوب کردند، بچه‌های ما رو دستگیر کردند، بردن زندان. نه فقط بردن زندان، شکنجه کردند. نه فقط شکنجه کردند، تجاوز کردند، کشتند. و نه فقط کشتند، از جنازه بچه‌های محمد داشتند. جنازه بسیاری از این بچه‌ها رو بعد از کالبد شکافی تحویل دادن برای اینکه آثار جرمشون از بدن این بچه‌ها در بیارن و اینم برایشون کافی نبود. اونها وقتی جنازه ها رو بدن به خانواده‌ها اجازه برگزاری مراسم عزاداری رو ندادن و بعد از اون حتی به این هم قناعت نکردن، خانواده بچه‌ها رو میگیرن. امروز برادر کیانوش آسا که زیر دست آقایون از بین رفته دوباره دستگیر شده و مادرش میگه من یه بچم زیر خاک خوابیده، یه بچم کند زندانه و آقایون از این هم نمیگذارن و همینطور ادامه میدن. اما ما با این حال هستیم. همین چند روز پیش شما دیدید که 16 آذر یک بار دیگه ملت ما نشون داد که دیگه تن به این شرایط نمیده. ما به واقع دیگه زیر بار ستم نمیرویم. در چنین شرایطی چیزی که همه ما بهش احتیاج داریم این همبستگیه. این خشم مقدسی رو که در ما هست تبدیل به نیرو بکنیم، تبدیل به استقامت بکنیم، به آقایون نشون بدیم که حکومت استبداد آقای خامنه‌ای احمدی نژاد رفتنیه. اونی که میمونه ملت ایرانه. صحبتامو تمام میکنم، از حضورتون تشکر میکنم و امیدوارم یک بار فرصت پیش بیاد که همه ما در بزرگترین میدونهای شهرتون منجمع بشیم و فریاد بزنیم آزادی برای ایران.